مادر حقی زیادی دارد. حضرت عبدالله ابن مسعود که حدیث بخاری مسلم است میگه پیش پیغمبر خدا آمدم گفتم یا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبه، شما به من گویه که از همه زاهد بالای من که حق دارد. جوانای خوب به شما وابسته دارد این صحبت. از همه زاهد بالای من که حق دارد. یگان ایشان استاد رئیس محله و ناحیه رئیس جمهور که حق دارد. جناب پیغمبر گفتن امک مادر گفتن حق داره. حتی خوشانه نگفتن که من پیغمبری تو هستم از همه زاهد بالات من حق دارم، نگفتن مادر. باز دویم بار باز کی یا رسول الله دویم مرتبه حضرت باز گفتن مادر. باز سیوم بار سوال داد ثم من با کی یا رسول الله بازم گفتن مادر. این پیغمبر خدا گفتن در احترام جای اول و جای دویم و سیوم برای مادر است. هیچ کس به مادر برابر شده. چهارم بارشت سال رسول اکرم ثم ابو بعد از آن ابن قیم در شرح همین حدیث میفرمایند چون پیغمبر 3 بار مادر را تاکید کردند، در 4م بار پدر است. سبب حالا که هر دو هم در به وجود آوردن فرزند شریکن پدر و مادر. البته پیغمبر هر چیز میگن از هوا نمیگوید، البته و حکمت داشت، سبب داشت. سببش این است بگن که مادر در به دنیا آوردن فرزند 3 لحظه را از سر میگذراند که پدر در این شریک نیست. من همتان صاحب عقل است گوش اندازه. یکم مرحله حامل داری 9 ماه مادر حمل من شما رو میبردن. حمل ما از مادر شدیم، هیچ کدام ما از اینکوباتور برآمدگی نیستیم. 9 ماه مادر حمل ما و شما رو میبردن. پدر در این شریک نیست. پدر پروا ندارد. این اتباعی کار ما شده. این 9 ماه برای مادر رنگی 9 سال میگذره، خصوصا برای مادرایی که لاغر باشند، کمخون باشند، خیلی وزنی بگذارن. این مادر عذاب شده. دویم لحظه به دنیا آوردن، لحظه زایمان. مادر است که عذاب میکشد. وقتی به دنیا آوردن فرزند بیچاره اکثر مادرها رو ما میشنیم میبروند. سری فرزند وفات کرد میگن، سری فرزند رفت. به همین خمان تسلی میدیم، نمیدانه که من چی عذاب کشیده او وقت. اگر خداوند آسانش نکنه این هم عذاب شما در میشه. پدر دربای شریک اگر همین قدر انصاف کنه پیش تولد خانه میره دهنی درد نگاه کرده میسته که کسی آنچه میگیرد. سیوم مرحله شیرخوارگی که مذهب ما 2.5 سال است، مذهب جمهور 2 سال است. این هم عذاب شما در میشه. مادر است که شبها نصف شب میخیزه تفلک شیر میگیرد، نصف شب میخیزه گهواره میجماند، نصف شب میخیزه چند بار در خونه که میکشاید و میبندد. همیشه ما زن داره فرزند داره، این عذاب زناتان دیگه است. وقتی که همون ناراحتی زناتان دیده دلاتان برای خانماتان سوخت، دانه که در وقت تفلی شما را مادر تا همه عذاب و کشیدگی است. بنابر سحری که خسته دست مادر رو بوسه کنه، پیشانیش بوسه کنه. مادر تو برای من چه عذاب ها وقتی کشیده بودی، اکنون من دیدی ایستادم. این 3 عذاب مادر. بنابر رسول اکرم 3 بارم مادر از بیز من مادر حق زیادی دارد.